سلام دوستان، بیننده کانال ما باشید. هر شخصی که طفل نوزاد تازه به دنیا دارد، آوردگی دارد، زرده شده باشد، چشمای زرد معلوم می شود، آن وقت یک مرض به نام زردی است. هر طفلی را گرفته باشد، اول صبح زود، موقعی که آفتاب بالا می شود سرخ شده، آن وقت تا به زمین بالا نشده آفتاب، طفلتان را ببرید زیر همون آفتاب. نیم ساعت، 20 دقیقه، 40 دقیقه نگه دارید تا 3 روز 100% تضمینی زردی شما انشالله با امید خدا خوب می شود. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. این تجربه شده هستند.